ترازوی عدالت در جهان ما خراب است. عدالت واژه زیبا فقط در یک کتاب است. همیشه آدم بد از عدالت می‌گریزد. همیشه سهم ما خوبان در این دنیا عذاب است. شعار حق پرستی بر لب هر آدمی هست، ولی وقت عمل سود و زیان تنها حساب است. عدالت واژه مظلوم قرن ماست، عمری است. عدالت مثل سنگ سخت زیر آسیاب است. یکی کارش فقط خواب است و خوردن، یکی دنبال نان شب دلش در پیچ و تاب است. یکی در سفره‌اش یک نان خالی هم ندارد، یکی اما درون سفره‌اش صدها کباب است. به جرم دزدی گاوی یکی را میزنند دست، یکی با مال دزدی در دیار آفتاب است. دلیل این همه تبعیض و استثناء چه بوده؟ چرا بر صورت دزدان نامرئی نقاب؟